سلام دوستان ماجراجوی من، به پادکست من خوش اومدید، جایی که داستانهای جادویی زنده میشن. امروز به سراغ چالاک میریم تا ببینیم این سگ کینگ چارلز اسپانیل محبوب ما قراره چه ماجراهایی براش پیش بیاد. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. چالاک یه سگ کینگ چارلز اسپانیل بود که توی یه خونه نقلی با اسباب بازیاش زندگی میکرد. یه روز چالاک گوشه اتاقش لم داده بود که صدایی نظرش رو جلب کرد. صدایی شبیه صدای جویدن مقوا از توی جعبه اسباب بازیاش می اومد. چالاک گفت امیدوارم اسباب بازیام سالم باشن. بعدش همه اسباب بازیاش رو از جعبه بیرون ریخت و شروع به شمردنشون کرد. 1 2 3 4 5 6 7. نه این درست نیست، من فقط 6 تا اسباب بازی داشتم. چالاک دوباره اسباب بازیاش رو شمرد. این دفعه اونا رو ردیف کرد که راحت‌تر قابل شمارش باشن. جغد بزرگ 1، زرافه 2، لنگ جوراب 3، لنگ دمپایی 4، خانوم خرگوش 5 و آقای مار 6. حالا درسته. چالاک دوباره اسباب بازیاشو توی جعبه برگردون و یه بار دیگه برای اطمینان شمرد. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دماغ اینجاست. این 2 تا دماغ اضافیه. چالاک جغد بزرگ رو برداشت و از جعبه بیرون پرت کرد و با ناراحتی گفت 1. زرافه رو بیرون انداخت 2. خانوم خرگوشه رو بیرون انداخت 3. آقای ما رو بیرون انداخت 4. لنگ دمپایی رو بیرون انداخت 5. اما 6 چی شد؟ لنگ جوراب کجا بود؟ چالاک خیلی ناراحت شد. لنگ جوراب کنار خانم خرگوشه عزیزترین اسباب بازیش بود، ولی حالا گم شده بود. چالاک با خودش گفت دیگه هیچ کدوم از شماها رو گم نمی کنم. اون بقیه اسباب بازیاشو برداشت و گذاشت تو سبدش. بعد هم خودش رفت تو سبد و تا شب نگهبانی داد. اون شب چالاک با صدای عجیبی بیدار شد. صدا از گوشه اتاق می اومد. چالاک چراغ رو روشن کرد. گوشه اتاق لنگ جوراب داشت روی زمین وول میخورد. با خودش فکر کرد که حتما لنگ جوراب بوده که داشته جعبه اسباب بازیاشو میجویده. چالاک نمیدونست باید چی کار کنه. هیچ کدوم از اسباب بازیاش تا حالا زنده نشده بودن. با عجله رفت توی سبد و پشت جغد بزرگ قایم شد. لنگ جوراب آروم آروم دور خودش چرخید و خورد به سبد. بعد شروع کرد به وول خوردن و به همون سمتی که اومده بود دوید. انگار نمیدونست کجا داره میره. چالاک پشتش راه افتاد و سریع اونو از دماغش گرفت. لنگ جوراب جیغ زد و بیشتر وول خورد. بعد یه دم کوچولو ظاهر شد. یه دم کوچولوی صورتی رنگ و یه صدای کوچولو شنیده میشد که میگفت بهش آسیب نزن، بهش آسیب نزن. چالاک گفت پس تو بودی که جعبه اسباب بازیامو سوراخ کردی. آره درست بود. اون یه موش بود که توی لنگ جوراب قایم شده بود. موشا داشتن تیکه های جعبه اسباب بازی چالاک رو برای ساختن لونه‌شون می جویدن. چالاک بهشون گفت قول بدین که دیگه جعبه اسباب بازیامو نجوین. موشا جواب دادن قول میدیم. آره مطمئن باش. حتما.
دیگه نمیجویم. ما دیگه با جعبه اسباب بازیات کاری نداریم. مطمئن باش که دیگه این کارو نمی‌کنیم. در عوض این کار چالاک به موشا اجازه داد که توی سبدش باهاش شریک بشن. سبد چالاک خیلی راحت تر از لونه‌ای بود که از مقوا ساخته شده باشه. دوتا موش کوچولو هم قول دادن که دیگه هیچ وقت جعبه اسباب بازی چالاک رو نجون. هرچند بچه موشا این کار رو کردن. اونا همه چیز رو می جویدند. رفقای ماجراجوی من، اینم از داستان امروز ما که چالاک توش هنرنمایی می کرد. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. بچه های عزیز، اگر از داستان هام خوشتون اومده یادتون نره توی کانال ما عضو بشید و به ویدیوهای مورد علاقتون لایک بدید. یادتون باشه نظرات شما برای من و همکارام بسیار ارزشمنده. پس به همون بگید چه داستانهایی رو بیشتر از همه دوست دارید تا ما همونها رو در این کانال، یعنی کانال پژواک مهتاب، براتون بسازیم.